برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ینهونهم عما یکره الله. اینا بنده ها را امر میکنن به کاری که مورد محبت الله قرار بگیرن و باز میدارن از کاری که خدا را خوش نمیآید. فاذا اطاعوهم احبهم الله عز وجل. وقتی اطاعت کردن، وقتی همیشه کاری را کردن که مورد پسند الله باشد، وقتی از کارهایی که خدا را خوش نمیآید و مورد غضب الله قرار میگیرد نفسشون را که باز داشتن، به شک شبهه الله اونها را دوست میدارد. الله اکبر. خدا را شکر که امروز در حلقه همین خیلی بزرگ مردا ششته ایم. ایشون مخدوم خدا برکت و نصرتش بده، صحبت گوش میکنیم. گفته فقط صحبتگرا را دعوت کرده است، علما را دعوت کرده است، قاریا را دعوت کرده است، کسایی را دعوت کرده است که اینا خودشون ناصح مردم هستند، اینا احتیاج به نصیحت هم ندارن. عودت این حضرت همیه که خدا برکت و نصرتش بده. یعنی که امروز در حلقه همون کسایی میشینیم که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم صفاتشو کرده است. خداوند بابای داملای محترم ما را از جمعی شر و شور زمان، از فسق فساد، از نکبت ها، از این شرارت ها، از شیطنت ها در حفظ امان خیش نگه می‌دارد و پروردگار بالای سر مردم همچون ناصح حفظشون کنه که با خدا قسم اگر به شرطی که در دیار دانوها کم شدن، ناپیدا شدن، لعنت خدا، غضب خدا بالای اون مردم مستولی میگردد. دانا به هر دیار عزیز و مکرم است، لعنت بر آن دیار که نادان بود عزیز. در همه جا دانا عزیز است، مکرم است. قدر اینا را دونستن در کار، خاصتا اکای دوملا را. عموما واعظا زیاد هستند در جامعه، الحمدلله. ملاهای درسته بسیارند، اگر چند امروز حلقهای درسی نیستند اما ملاهای درسی هم بسیارند. ملاهایی که تعلیم میتن در مدرسه زیادند، اما داملاهایی که قلم خوب داشته باشن نادیرن، کمن. همیشه در همه عصر زمان حال همی بود. برای این به قدرشو رسیدن در کار، احترامشو کردن در کار. احترام عالم احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم است، زیرا وارثای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام الله است. خدا کنه که همیشه در خونه هامون، در مجلس هامون، در نشستامون، هر نشسته باشه، به هر مراسم وابسته نباشد، همین داملا و علما شرکت داشته باشند. انشالله در اون صورت فیض برکات پروردگار هرگز از اون منزل مکان منقطع نمیگردد. الله اکبر. حضرت ابو دردا مفتی امت اسلام روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که بار حضرت صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه. کسی یک راه را به خاطر طلب علم انتخاب میکند، خداوند به همون راه انتخاب کردش آخر الامر این مرد به جنت میرسونه. انتهای راهش برای طلب علم اگر از جا قایم شده باشه، انتهای راهش البته جنت المأوای. و این الملائکه لتضع اجنحتها ریزا لطالب العلم. به شک شبهه ملائکه های نازنین پروردگار که قناتاشو از نور هستند. ملائکه کشید البته قنات داره، حد اقل ملائکه دو قنات داره، از 2 تا 600 قنات نسبت ملائکه ها ثابت است. میگه انمو قنات های نازنین شونه که خداوند از نور آفریده است، در زیر قدم طالب علم ها همیتا پهن میکنن، میگسترانن تا اینکه آزار نبینن. این در چشم ما و شما میبینیم
یا شلوبکا که کندگی در پاش گردنکش کج بیچاره بیاتی کنون زورای پیش پروردگار قدر و منزلتش به حد بلنده. و این العالم لا یستغفر له من فی السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وفي رواية حتى النمل في حجرها. به شک شبه این سخن پیغمبر است. این سخن یگان عالم نیست که بگن عالم خودشون تعریف توصیف میکنن. این سخن پیامبر صادق و مصدوق است. پیامبری که و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى. برای عالم میگه تمام مخلوقات در 7 آسمان و 7 زمین دعا و درود میفرستند. حتی ماهی ها در قعر بحر، حتی مورچه در همون سوراخیش، در همون لانه چهکش. و این فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر الکواکب و فی روایت کفضل علی ادناکم. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه به شک شبهه فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت ماه شب 14 است نسبت اینه مثل طوری که ملک میکنن. در روایت دیگر اومده است که حضرت گفت فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است نسبت کمترین شما. الله. با مسجد در بخفتان عالم راه ستادن در نماز یک جاهل آنگاه. کسی ابلیس را دید ایستاده بدو گفت تا چی کار است تو افتاده. یک روز میگه یک عالم در مسجد بعد ادای فریضه الهی عالم که به دست میدونه در وقتی همون داخل شدن مسجد نیت اعتکاف کرده به دست برای معتکف همون خوابش عبادت های. میگه بعد نماز رفت یک جو سرکش همون خواب کرده یک جاهل همونجا ایستاده است نماز خونده است نماز نافله. ناخواست شخص چشمش به همین ابلیس علیه لعنه غلطید دهنی در ایستاده است. بعدو گفت تا چی کار است تو افتاده؟ لعین گفت تا هم خواهم هم اکنون که جاهل را برم از راه بیرون. این ملعون گفت که به او خاطر اومدم که این مرده که ای نماز باز بدارم که چیکار میکنی نماز خونده برای کاری زندگی تا ببین. ولیکن زان ندارم طاقت تاب که میترسم از این دانایی در خواب. اما جرأت نکرده استم برم هم مرده که وسوسه بدوزم برای همه از همه عالمه که خواب های همه ترسیده استم. گر این دانا نبودی پای بستم چمو میبود آن جاهل به دستم. اگر به شرطی که همین دانا مانع نمیشید صدی راه هم نمیشید آخه این جاهل در دستی من رنگ یا پلاستلین بود خیلی در کار بود لیپیتش میکردم کجای در کار میشید پیشندازش میکردم. و حضرت شیخ عطار که اصلا یک عارف بلند پرواز صاحب کرامات است میگه فیغان زین صوفی در حیل مانده ولی در حلم خود به علم مانده. صد افسوس میگه از همین بعضی صوفیایی که علم حال از علم قول بالا های گفته دیگه شریعت هیچ حساب نمیکنن عالم هیچ حساب نمیکنن. صد افسوس اینا میگه که ایره همین جهالت و نادانی هم بیسی خلو میگن. چه خس بر روی دریا در توافی غواسی چه ندانی چند لافی. میگه پیری ما به بالای آب راه میگرده در آب غرق نمیشوه به هوا میپره آب بگذارم بالای آب هم برای همین خس هم روی آب میروه او وقت غوطه زده نمیتونی تمام در رو مرواری در زیری بحرای در پایانای تو وقتی که غواسی را نمیدونی چی لوف میزنی خس هم بالای او گشتن میگیره. عالم در کار که غور کنه و ای زیری آب در مرواری در ببروره و برای مردم پیشنهاد کنه. شترمرغی که وقتی کار کردن چه مرغی و چه اشتر وقتی خوردن. مثل این طایفه میگه مثل شترمرغ میمونه کارش بفرمی میگه مرغم در خوردن شتر. سخن که از علم گویی راست آن است مرا از اهل دل درخواست آن است. صوفیای بزرگ میگه خواهشی من همی شما هم یکی بخوانی از برای خدا با خدا قسم هر طریقتی نباشه از همین شریعت غرای محمدی مقدار یک موی اگر انحراف داشته باشه او روی شیطنت هست. خدا رحمتش کنه مجدد الفسانی امام ربانی را آخی من میگه 1000 ساله طاعت عبادت شبها و روزه را به همین یک
با یک جو متابعت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایواز نمیکنم. یه بچه کجا رفتستیم؟ نماز جماعت نره، حلقه ذکر در خونت بشی ثوابش بیشتر از زیادتره. به خدا قسم یا همه شیطانتن. پیغمبر با وجود هم قدر گرفتار بدنش نماز جماعت ترک نمیکرد که حضرت هم پادشاه بود، هم وزیر بود، تمام امور در اختیارش بود، امام بود، هرگز جماعت ترک نمیکرد. این چی بلا موزد است که هر چی را بهانه کرده و از جماعت میگریزیم؟ شاید همین کثافت همین طایفه ها رسید که این هم به وی رسومات در این مسجد ها را برای مسلمانان باز کرد. پروردگار را عاجزانه دعا میکنیم این بلا و وبا و آفت و ویروس از ملک سرزمین مسلمانان دور گردان، در راه مساجد و راه خانه بزرگ تا دوباره برای مسلمانان باز کن تا عبادات تر در خانه بزرگ انجام بده. آمین یا رب العالمین.